وقتی حضرت رسول تشریف آورد، دین اسلام آمد، آرامش آمد. تبعیض نبود در زمان آن حضرت. آی مردم دنیا، آی دولت ها و حکومت ها و مسئولین، در عصر آن حضرت و زمان آن حضرت چنان حکم خدا را پیاده کردن که کوچکترین بی‌عدالتی و بی‌انصافی نبود، فساد نبود، رشوت نبود. مردم ساختند، مردم همه متقی بودند، اولیاء الله شدند. فساد از جزیره العرب رخت بست و رفت و جزیره العرب که پر از فساد بود در جاهلیت اولا. دنیا ایران پر از فساد، روم پر از فساد بود. اسلام آمد، روشنایی آمد، نور آمد، عدالت آمد، انصاف آمد، احسان آمد بالاتر از عدالت. دنیا همه راضی شدن. دنیا خیال کرده که تازه متولد میشن. این چه برنامه‌ای که دنیا میبینه؟ آرامش بود. استرابات امروزه نمیشه همه چیز ما بگیم به گردن دشمنانمون بیاندازیم، بلکه ما باید مقدار فکر کنیم در درون. و لحاظا ما اگر عدالت پیاده بکنیم که عدالت نزد همه فرضه، نزد همه واجب و لازمه، و بعض از گرایش‌های اسلامی و مذهب اسلامی عدالت تا جز اصول قرار دادن. لحظه اینها عدالت وقتی جز اصول اعتقادیه، و لحظه اگر عدالت باید قائم بشه و تا اینکه این آرامش بیشتر بشه، امنیت بیشتر بشه، مردم دغدغه‌شون برطرف بشه، برای رضایت مردم باید تلاش انجام بگیره. حالا این در جمهوری اسلامی باشه، در افغانستان باشه، در همه دنیا مردم محورن، خدا محوره، دین محوره، مردم هم از محورهای بزرگ. بعضی توی تقسیماتشون میگن که آقا توی جمهوری های غیر اسلامی مردم محورن و در حکومت های دینی خدا محوره. این تقسیمات بنده قبول ندارم. این تقسیمات چرا که خدا دوست محوره، ولی خدا مردم هم محور قرار داده است. هم خدا محوری، هم مردم محوری. مردم و خدا باید رضایت شد گرفته بشه. مردم رضایت شد در چارچوب شریعت. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. هم فرموده که به مردم تاکید کرده که مردم نگهداری بشن، خدا نگهداری بشه. در همه جمهوری ها، در همه دولت ها دنیا باید به الله توجه بشه، به مردم توجه بشه، رضایت مردم، عدالت اجرا بشه، انصاف اجرا بشه، دید وسیع بشه توی همه چیزها.